به نام خداوند لایزال جل و علا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مسلمانای محترم، دوستای متدین و عزیزای دل، قسمت چهارم مسئله که بحث میکنیم او را ای که باید امام و مقتدی آمین را خفیه بخوانه. استنادات امروزه ما مشتمل بر استناد از عمل خلفای راشدین رضی الله تعالی عنهم می باشه و همچنان از تابعین و علمای دیگر هم در این مورد استناد می داشته باشیم. وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه راوی هست که در این مورد روایاتی داره و یک روایت دیگرش که از خلفای راشدین نقل کردن که اونا جهر نمی کردن، اون را پیش می کنم. آثار السنن عن وائل بن حجر. وائل بن حجر رضی الله عنه می فرماید قال كان عمر رضی الله عنه و علی رضی الله عنه. بود حضرت عمر خلیفه راشده و حضرت علی رضی الله عنه که لا یجهرانی، جهر نمی کردن به آمین. بچی؟ لا یجهرانی به بسم الله الرحمن الرحیم، با بسم الله الرحمن الرحیم جهر نمی کردن، ولا به تعوذی و نه به اعوذ بالله خواندن در نماز آمین می کردن، ولا البته جهر بلکه خفیه می خواندن او را، ولا به آمین و نه به آمین جهر می کردن. امام طحاوی و ابن جریر طبری این حدیث را روایت کرده. البته مصنف عبدالرزاق هم دیده شود در این مورد روایات کثیره و عدیده داره. خود در مصنف ابن ابی شیبه باب 831 هست، مجلد دوم صفحه 268. در اینجا باب وضع میکنه. چه باب؟ توجه بکنین. ما بارها گفتیم که شخصیت ابن ابی شیبه کسی است که استاد اکثر محدثین قرار میگیره. امام بخاری در صحیح بخاری خود یعنی استاد امام بخاری هست. امام مسلم در صحیح مسلم خود نقل داره عن ابن ابی شیبه، احادیث را روایت کرده، استاد امام مسلم هست و سایر محدثین را هم استاد قرار گرفته و زانوی تلمذیت به نزد صاحب ابن ابی شیبه مصنف زدند. در اینجا اولین روایتی که است حدیث نمبر 8848 است. حدثنا ابو بکر قال حدثنا وکیع عن ابن ابی لیلا عن الحکم عن ابراهیم. چهار چیز است میگه که باید امام جهر نکنه به او: بسم الله الرحمن الرحیم، استعاذه، آمین و ربنا لك الحمد است. ما و شما بسم الله الرحمن الرحیم را امامم خفیه میخوانه و اگر منفرد باشه بالای مقتدی خونیست. امامم خفیه میخوانه. اعوذ بالله هم ربنا لك الحمد هم که بالای مقتدی ها از خفیه خوانده میشه. پس چرا مخالفت در آمین میشه؟ آمینم خفیه خوانده میشه. این حدیث اول و روایت اول بود. روایت دیگرش هم از ابراهیم است، مگر 5 چیز را یاد کرده در اینجا که باید خفیه خوانده شود. یکی ثنا را هم در اینجا اضافه کرده، سبحانك اللهم و بحمدک ایرا و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک. ایرا باید خفیه بخوانه و بسم الله الرحمن الرحیم و آمین و اللهم ربنا و لك الحمد یا لك الحمد. ایرا باید خفیه بخوانه، استعاذم است. پس دوستای عزیز، ای خفیه خواندن در مصنف ابن ابی شیبه هم ثبوت داره. روایت دیگرش که 8852 نمبر حدیث است، همین روایت را داره. قال حدثنا حشیم، اما سند حدیث فرق داره. حدثنا حشیم قال حدثنا حسین و مغیره
عن ابراهیم، از ابراهیم نقل میکنه که میفرمود یخفی الامام، خفیه بکنه امام بسم الله الرحمن الرحیم و استعاذه و آمین و ربنا لك الحمد. اینا را همه چه بخوانه؟ خفیه بخوانه. روایت دیگری هم 8853 در مصنف ابن ابی شیبه وجود داره. 8853 نمبر حدیث است. حدثنا حشیم عن سعید بن المرزبان قال حدثنا ابو وائل عن عبد الله انه كان يخفي. عبد الله رضی الله عنه خفیه میخواند بسم الله الرحمن الرحیم را و استعاذه را و ربنا لك الحمد را. پس دوستای محترم، در این حدیثی که خواندیم برایتان انشالله صفحات روان میکنم، خودتان ببینین. این مسئله ثابت است. از اوایل دروسی که ما مسئله آمین بالخفیه را شروع کردیم انشالله استناداتی از کتب معتبر داشتیم. ابو داود مصنف و سنن دارقطنی، اعلا و سنن، سنن کبرا و سایر کتب حدیث که بوده به امرای ما، آثار امام ابو یوسف، آثار امام محمد و مسند امام ابو حنیفه هم اینا را روایت کرده مسانیدش. پس بناهن دوستا این مسئله ثابت هست، کسی ما را در شک و تردید در این مسئله نندازه. و ما در درس اولی منصفانه این مبحث را گفته بودم برایتان که در اینجا در میان ائمه بزرگوار در مسئله اولا و خلاف اولا اختلاف وجود داره. بناهن این بحثی نیست که دوستا با واسطه از یک دیگر را گمراه بخوانند. خو اما یک قاعده را برایتان امو وقتم گفته بودم، چون اخیر درس و مقطع اخیر امیر قرار میرم برایتان میگم که وهابی ها و کسایی که غیر مقلدین برای سبب فتنه در امروز شدن در جامعه اسلامی، اونا امیر سبب اختلاف ساختن تا در میان مسلمان ها اختلافی ایجاد شود و با واسطه آمین بالجهر و نکردن یا به خفیه یا به ما شنیدیم اکثرا ایره میشنویم که کسایی که متبعین مذهب امام ابو حنیفه هستند اونا به رأی عمل میکنن. اما این رأی یک قدر حدیثه که در این موارد پیش کردیم، آیا این رأی است؟ آیا این قیاس است؟ نه خیر دوستا، نصوص را پیش کردیم برایتان، از کتب حدیث نص پیش کردیم. ما در این مورد استدلالات مقرون به مدعای خود داشتیم. بناهن از این اتهامات بپرهیزین، غیبت علما را نکنین و طعن علما نکنین. مسئله واضح و آشکار است، سبب بروز فتنه نسازین و این دروس و مباحث را در میان مسلمان ها منتشر بسازین تا عقیده سالم و یک هماهنگی در میان احناف به وجود بیاید، تا بدانند که احناف وقتی این کار را میکنن استناد و دلیلشان در کجا وجود داره و چه استنادات و چه ادله‌ای دارن. اگر ما بپردازم به او کسایی که مخالفین استدلال میکنن، اگر از سنن دارقطنی استدلال میکنن حدیث وجود داره، ما او را ضعیف میدانیم. کسی در سند از او وجود داره اسحاق بن ابراهیم، او کسی است که ضعیف است، وهم داره و امام نسائی او را ثقه نگفته، گفته که لیس بثقه. امثال از این حدیثی که نزد فریق مخالف ما وجود داره، در سندش جرح وجود داره و ما بالای از او جروحات داریم. از الله منان استدعای توفیق بیشتر داریم. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.